برای برطرف کردن اشتهام بیسکویتی هست شکلاتی که از خشکراه گلویم اگر بخواهم پایین برود مجبورم چای را دم کنم. برای اینکه عمل بیاید چای، 2 شاخه را باید در پریز بریزم و انتظار کنم تا کتری کار خودش را بکند فوری و قوری را که چای پر از دیشبی دارد طوری تمیز کنم چون هوری که شب مانده‌ای نماندش باقی. تفاله ها را حتما باید بریزم در سطلی که مجبورم آسترش کنم قبل از آن که پذیرایی کند از خردریزها. برای اینکه مشمایی تنش کنم، دری که سطل زباله را مخفی کرد باید طوری کنار بزنم که بادبازی نکند ما بین باز و بستگی. بنابراین چای آهسته آهسته دارد از منظور دور می شود، جوری که اشتهام کم کم دارد کور می شود. حالا چای خیس خورده را در سطل و خردریزها را ریختم در سوراخ ظرفشویی و چای تازه را فوری مثل آب کتری که کفرش سر آمده می ریزم در قوری، طوری که وحشت می کنم از آب، از بخار، از این چرخه‌ای که فکر را بسته و بازی می کند. کرده است کلافم در حالی که چای دارد مثل جهان سرد می شود. من از این بیسکویت شکلاتی همانقدر دورم که حضرت آدم.